سلام دوستان. امروز میخوام یک روش ساده و کاربردی رو بهتون یاد بدم که چطور بدون تایپ کردن، فقط با صحبت کردن متنتون رو تایپ کنید. این روش برای معلم ها، دانشجوها، دانش آموزان، نویسنده ها و هر کسی که میخواد سریعتر تایپ کنه خیلی مفیده. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. ابتدا مرورگر گوگل کروم رو باز میکنیم، وارد سایت گوگل داک میشیم. برای این کار من آدرس docs.google.com رو وارد میکنم. در اینجا ما میتونیم یک سند جدید رو باز کنیم و یا از تمپلیت هایی که اینجا آورده شده استفاده کنیم. روی بلانک داکیومنت میزنم تا سند جدیدی باز بشه. از منوی تولز گزینه وایس تایپینگ رو انتخاب میکنیم. علامت میکروفونی اینجا ظاهر میشه. قبل از اینکه شروع به صحبت کردن کنم زبانش رو از انگلیسی به فارسی تغییر میدم. برای صحبت کردن روی آیکون میکروفون کلیک میکنیم. از این به بعد هر چیزی که بگیم به صورت خودکار روی صفحه تایپ میشه. سعی کنید واضح و شمرده صحبت کنید. وقتی متن کامل شد میتونیم اون رو ذخیره کنیم. برای ذخیره کردن روی فایل کلیک میکنیم و گزینه دانلود رو انتخاب میکنیم. در این قسمت میبینیم که با فرمت های مختلفی ما میتونیم فایلمون رو ذخیره کنیم. فایل رو من یک بار به صورت PDF ذخیره میکنم. فایلم با نام Untitled Document ذخیره شد چون که فایلم اینجا تغییر نام نداده بودم، ولی اگر نامش رو تغییر بدم با همین نامی که تغییر دادم تغییر خواهد کرد. من الان اسم فایلم رو میذارم فایل 1 و این بار فایلم رو به صورت ورد ذخیره میکنم. فایل 1 با فرمت ورد ذخیره شد. روش کلیک کنم این رو میبره تو محیط ورد و اینجا من میتونم روی فایلم ویرایش انجام بدم و به همین سادگی بدون نیاز به تایپ کردن تونستیم متنمون رو فقط با صحبت کردن آماده کنیم. اگر این آموزش براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید تا آموزش های بیشتری ببینید. اگر سوال داشتین توی کامنت ها بپرسین، خوشحال میشم کمکتون کنم. مرسی که همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.